هم کوتاه در دوام یک بار در راه کار میکند از خارج است. ساختار حکومت جمهوری پاکستان سال گذشته 91 کارخانه در دوشنبه محمد می‌نویسی مسئله تاجیک ازود کار نمیکند. معلوم 13 محصولاتی که استحصال نشده است تقریبا 5 نمودش این محصولاتی کارخانه تاجیک ازود است. کارخانه‌ای که تکنولوژی پیشقدم‌تری دارد در سربند است. امروز تمام کمونیکاسیوی انژینری تامین است، راه دارد، شرایط دارد، لیکن از سبب نبودن اشیای خامی که در کارخانه گاز طبیعی فعالیت نمی‌برد. امروز هستند تکنولوژی‌ای که سینتزی انویش هست، چیزی که ما در شرکت تالکو سینتز کار می‌کنیم، یعنی از انویش گاز گرفته استحصالات برآورده هستیم. امروز خطایی‌ها چنین تکنولوژی پیشنهاد کردند. این یک خطایی نیستند، در حقیقت اون شرکت‌های اروپایی هستند. من فکر می‌کنم که خلاصه حکومت جمهوری ما با اوتوی پیشنهاد کردیم. بعد از گرفتن خلاصه حکومت جمهوری پاکستان وقت به کار شروع کردیم. نسبت تکنولوژی که چینی هستند، درست ساحه معدن کوهی و امروز یکی از دولت‌هایی که پیشقدم رفتنی این چین هست. این هم درست باید فهمید، درست باید درک کنیم. و پیشرفته گفتن کدام معنی خطی حصه خالی خطی دور نمیدید. نه همه میدونن تکنولوژی امروز مبلغ کردی است. به مبلغ یکم تکنولوژی که امروز ما پیشقدم وارد میکنیم این قیمت‌ترین چیز است. از همه کلی کلان برای تکنولوژی می‌کنیم و ما همکاری داریم. این معنی اون ندارد که امروز این یک سمتی افزایش‌یابی فعالیت است. درست است، ما در ساحه معدن کوهی همکاری داریم.